باشگاه استقلال خبر داد که منوچهر جلیلوف حملگر شورچار این دسته پس از تبابت بیماریش به میدان برگشت و در بازی سنجشی با دسته اسپارتاک دوم مسکو منوچهر در دقیقه 72 به جای حمدانی کمالوف به میدان برآمد. این بازی دوستانه روز 8 مارس در ترکیه برگزار گردیده با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. بار آخر منوچهر جلیلوف ماه ایون سال 2023 به میدان برآمده بود و بعد این چندین ماه در یک بیمارستان شهر مسکو از بیماری سرطان تبابت می گرفت. مخلصان این همه مدت از او پشتیبانی می کردند و فوتبالبازان استقلال نیز چندین دفعه با لباس‌های به میدان برآمدند که در آن منوچهر ما باتویم نوشته شده بود. مخلصان بازگشت منوچهر جلیلوف را به میدان فول نیک و برای همه مبارک گفته نوشتند که نبود این فوتبالباز قوی به خصوص در جام آسیا در قطر سخت احساس می شد. تیم ملی تاجیکستان بار اول در تاریخش تا به مرحله چهارک‌نهایی این مسابقه را یافت، ولی مخلصان مطمئنند که اگر منوچهر جلیلوف گلزن بهترین تیم ملی هم در میدان می بود، فوتبالبازان تاجیک امکان تا به مرحله های بعدی و به دست آوردن مدال های جام آسیا را داشتند. منوچهر همراه تیم ملی به قطر رفته بود، ولی متاسفانه تنها به صفت تماشابین. ماه فوریه استقلال خبر داد که منوچهر جلیلوف همراه با هیئت دسته برای تمرین به ترکیه می رود. منوچهر جلیلوف 27 سپتامبر سال 1990 در اصفهان به دنیا آمده است. منوچهر و پسر عمکش الشیر جلیلوف را والدان آنها صاحبکاران شناخته نصرالله و لطفالله جلیلوف هنوز در آوان کودکی به مسکو برده به مکتب فوتبال تیم مشهور لوکوموتیو دادند. منوچهر جلیلوف سابقه ورزشیش را در باشقردستان بازی کرده. از سال 2011 تا 2014 در هیئت دسته نفت خیمیک از شهر نیژنی کانسکی تاتارستان هنرنمایی کرد. منوچهر جلیلوف سال 2015 به تاجیکستان برگشت و با استقلال قرارداد بست. منوچهر جلیلوف از سال 2011 در هیئت تیم ملی تاجیکستان هنرنمایی میکند و با 22 گل یکی از نشانزنهای بهترین تیم ملی به شمار میرفت. سال 2022 منوچهر جلیلوف بهترین فوتبالباز سال تاجیکستان اعلام شده بود.